تا اونجایی که ما شنیدیم و دیدیم حیوانات خونگی معمولاً سگ و گربه‌ن. حالا شاید بعضیا پرنده نگه دارن یا مثلا آکواریوم داشته باشن یا خرگوش و اینجور چیزا. اما بعضی وقتا هم هست آدم‌هایی پیدا میشن که حیوانات غیر معمول نگهداری میکنن. یعنی حیواناتی که نباید بیان خونه کنار انسان زندگی کنن. اونها باید تو طبیعت باشن. ولی انسان‌ها کنجکاویشون یه جورایی بزرگتر از ترسشونه. میخوایم بریم حیوانات خونگی رو نگاه کنیم که در نهایت مالکان خودشون رو کشتن، بعضی وقتا هم خوردن. برای شروع ویدیو میریم شهر دنفورت ایالت مینیسوتا در آمریکا. توی این شهر یک خانم زندگی میکنه به نام سینتیا لی گامبل. این خانم وضعش خوبه و یک ببر بنگالو خریده آورده تو باغ خونش. فکر نکنید سینتیا چشم و گوش بسته بوده، چون اون از اول جوونیش تو باغ وحش شهرشون کار میکرد و اونجا هم مسئول نگهداری از ببرها بوده. یعنی 10 سال بوده که با ببر سر کار داشته. یه روز میبینن خانم سینتیا نیامد سر کار. روز دوم میشه بازم نمیاد سر کار. همکاراش پرسجو میکنن که ببینن کجاست. با خانواده‌اش تماس میگیرن که شما میدونید سینتیا کجاست؟ اونها هم میگن خبر نداریم. اما دلشون شور میفته و میرن خونه سینتیا. میرن تو باغش، میبینن ببر بنگال 227 کیلویی این خانم 52 ساله رو کشته و به اندازه‌ای هم که سیر بشه خورده. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که این بار ببر به خانم سینتیا حمله کرده، چون معمولاً آروم بوده. ولی یک حیوان وحشی ممکنه هر آن یک تصمیماتی بگیره، مخصوصاً وقتی اینقدر پرقدرت و قویه که یک چکش میتونه آدمو پرت کنه اونور. خب بریم حیوان خونگی بعدی رو بشناسیم. برای این شناخت باید بریم به همشایر انگلستان، جایی که یک مرد 31 ساله به نام دن برندن زندگی میکنه و تو خونش هم یه دونه مار دوست داشتنی داره. البته از نظر آقای برندون، به نظر ما اگر تو طبیعت زندگی کنه دوست داشتنیه. این مار دوست داشتنی یک نوع مار پیتون بوده که 2.5 متر هم طولش بوده، یعنی یک پیتون متوسط رو به پایین. باید بدونید که مار پیتون یا به انگلیسی پایتون اصلا نیش و سم نداره، کارش له کردنه. دور شکارش میپیچه و انقدر فشارش میده تا بکشتش، بعد درسته قورتش میده. در روز حادثه معلوم نیست چرا این مار برندون رو له میکنه، ولی چون تنها زندگی میکرده هیچ کس نمیدونه که چی شده این اتفاق افتاده. فقط اینو میدونن که مار عصبانی شده چون شکمش سیر بوده، وگرنه برندون رو میخورد یا حداقل سعی میکرد بخورتش. ولی مار دیگه، مار که نمیتونه مثل سگ و گربه دوست انسان بشه. بعضی از کارشناسان هم میگن شاید اشتباهی برندون رو کشته، چون متوجه شدن رفته دور گردنش اما یه خورده زیادی فشار داده. زور این پیتون 2.5 متری هم شوخی نیست، میتونه گاو و له کنه، چه برسه گردن انسان. اجازه بدین یه سر بریم پنسیلوانیا، جایی که یک شخصی وجود داره به نام ساندرا الپیووسان که یه جورایی رکورد زده، چون تنها خانومیه که 10 تا گرگو تو خونه داره نگهداری میکنه. گرگ هایی که از موقعی که توله بودن آورده و بزرگشون کرده و مثل سگ داره نگهداریشون میکنه. اما گرگی که با انسان بزرگ میشه، با وجود اینکه ظاهرا مثل سگ دوست آدمه، اما موقعی که عصبانی بشه خطرناک میشه، مخصوصا وقتی تنها نیست. 9 تا گرگ دیگه هم کنار دستشن. گرگ ها هیچ موقع تنهایی کاری نمیکنن، هر کاری میخوان بکنن گروهی میکنن و خانم ساندرا هم گروه اینها رو تکمیل جور کرده بوده. در جولای سال 2006 ساندرا با گورکا تو خونه است که یه دفعه بهش حمله میکنن. خیلی راحت میکشنش اما نمیخورنش، فقط چند تا تیکه از بدنش رو میکنن. حالا یک نگاه به سگ‌ها بکنیم.
شاید بعضیا بگن سگ‌ها هم به انسان حمله میکنن. بله امکانش هست، اما اگر یک سگ به انسان حمله میکنه دلیلش فقط محیطیه که اون بزرگ شده، چون از نوزادی باش بدرفتاری کردن، اذیتش کردن، کتکش زدن، توی یک جای تاریک و تنها حبسش کردن و اون یه جورایی متنفر شده از همه و میخواد همه رو گاز بگیره. اما گرگ این خصلت‌ها رو درون خودش داره. دیگه فرقی نداره باش بدرفتاری بشه یا نشه. اون ذاتاً حیوان وحشیه و باید تو طبیعت زندگی کنه. خب اجازه بدیم بریم تو اورگان تو یک مزرعه. در سال 2012 یک مزرعه دار به نام تری ونس گارنر که حدود 70 سال سن داره تو طویلش به خوک‌ها غذا میده، اما یه دفعه سکته قلبی میکنه و مابین خوک‌ها میفته رو زمین. دقیقاً نمیدونیم سکته اونو کشت یا اینکه این خوک‌ها کشتنش، چون اون وقتی میفته و اینها هم گرسنه موندن چون داشت بهشون غذا میداد، شروع میکنن تری رو خوردن. بله خوک گوشتم میتونه بخوره. اونها سر و صورت و دست و پای تری رو میخورن. وقتی روی جنازه تری آزمایش میکنن میفهمن که این سکته قلبی کرده بوده و برای همین افتاده زیر دست اینها. اگر بیرون از طویل سکته میکرد شاید زنده میموند. این عالی جناب رو میشناسید؟ یکی از خطرناکترین حیوانات وحشیه، اسب آبی، که این ویدیوی اختصاصیش هم تو آنتن هست. این آقا رو میبینید؟ اسب آبی سواری میکرده. ماریوس الز ساکن آفریقای جنوبی با یه دونه از این اسبای آبی مثلا دوست شده بوده و میرفته توی آب با این بازی میکرده و سوارش میشده. دوستیشون خیلی قوی میشه چون چند ساله با هم بازی میکنن و بدو میکنن و عشق میکنن. اما ماریوس نمیدونست که این اسب آبیه، یکی از خطرناکترین درندگان دنیا. باید فکرشو میکرد که یه دفعه این عصبانی میشه، اتفاقی که در ماه می 2012 میفته. اسب آبی عصبانی میشه، دهنشو باز میکنه و ماریوس رو مثل بیسکویت گاز میزنه، به طوری که وقتی نگاش میکردی مثل اینکه بدن ماریوس رفته زیر پرس. وقتی ماریوس رو اینجوری له میکنه با خودش میبرتش وسط آب و ولش میکنه اون تو. ماریوس فکر کنم مرده بود، اونجا خفه هم میشه. دوستاش که از دور این صحنه رو دیدن میان سراغش، جنازش از آب در میارن و سعی میکنن ببرنش بیمارستان، ولی میبینن مرده. آخه ماریوس جان، اسب آبی، چطور به اون اعتماد کردی؟ خب اجازه بدیم بریم آلبیون پنسیلوانیا. تو این شهر کم امکانات خونه‌ای وجود داره که نه برق داره نه آب. تو این خونه بدون برق و آب یک خانم 94 ساله زندگی میکنه که یک پسر 74 ساله هم داره، پسری که داره اونجا از مادرش نگهداری میکنه. اما یه روز این مرد 74 ساله تو همون خونه سکته قلبی میکنه و میفته گوشه آشپزخونه. مادرش که نمیتونه تکون بخوره و تلفنی چیزی هم در اختیارش نبوده، نمیتونه کاری بکنه. 3-4 روز میگذره و آخر سر از تشنگی میمیره. در ضمن ناگفته نماند این مادر و پسر یک سگ داشتن تو خونه با 14 تا گربه قد و نیم قد. سگ بیچاره هم از گرسنگی میمیره چون کسی نبوده بهش چیزی بده. اما میدونید که گربه یک حیوان خودکفاست، اگر مجبور بشه خودش شکارچیه. برای همین وقتی میبینن چند تا جنازه تو خونه وجود داره شروع میکنن خوردن. سگو میخورن، پسر رو میخورن، یه تیکه هایی هم از مادره میخورن. چند هفته که میگذره به قدری بوی بدی از این خونه میومده که همسایه ها پلیس رو خبر میکنن و میگن اینجا بوی گندی داره میاد، چیکار باید بکنیم؟ پلیسا بالاخره به اجبار وارد خونه میشن و با یک صحنه وحشتناکی روبرو میشن. جنازه های نیم خورده با گربه هایی با دک و دهن خونی. در آمریکا بعضیا هستن که اصلا باغ وحش خونگی دارن. یکیش این خانوم کلیان والتز از شمال ایالت نیویورک. اون تو باغش هم شیر آفریقایی داره، هم ببر بنگالی داره، هم خرس سیاه.
البته اینها جدا جدا از هم زندگی میکنن. کلیان عاشق این سه تا حیوانش بوده، اما نمیدونسته که اینها عاشق اون نیستن. یه روز وارد قفس خرس میشه که قفسش رو تمیز کنه و بهش خوراکی بده، اما مثل اینکه خرس عصبی بوده، حوصله‌اش سر رفته بوده یا خیلی گرسنه‌اش بوده، برای همین اعصاب نداشته و حمله میکنه به کلیان و کلیان رو با چند تا چک میکشه. قسمت اسفناک این داستان اینه که شوهر و هر دوتا بچه های این خانم این صحنه رو از بیرون میبینن. شوهرش فوری میره به طرف خونه که شاتگانش رو بیاره، اما موقعی که میرسه میبینه کار از کار گذشته. در سال 2002 در شهر نیویورک ایالت دلاور شخصی زندگی میکرد به نام رونالد هاف. این آقا علاقه خاصی به بزمجه داشته، برای همین تو خونش 7 تا از اینها داشته. بزمجه ها نیست تو بیابون های داغ زندگی میکنن، باید جاشون گرم باشه. برای همین رونالد هاف اون موقع بیشتر از $1000 در ماه پول برق میداده که بتونه خونه رو داغ نگه داره، اینها خوششون بیاد. رونالد هاف یه روز نمیره سر کارش. محل کارش میگن حتما گرفتاری داشته. فردا که اومد میپرسیم چی شده، اما فردا هم نمیاد. اونا نگران میشن، خانواده‌اش هم نمیشناختن. زنگ میزنن پلیس. پلیس میره دم خونهشون ببینه این کجاست. میبینن در بسته است، مثل اینکه کسی هم نیست. ولی به پنجره آشپزخونه که نگاه میکنن میبینن از پشت خون پاشیده بهش و این باعث میشه که مجوز بگیرن، درو بشکونن برن تو. وقتی درو میشکونن میبینن همون پشت در جنازه نیمه خورده شده رونالد افتاده و 7 تا بزمجه هم دورشن. همسایه رونالد یعنی جف ویلدانگر گفته وقتی پلیسا درو باز کردن من از چند متر اونورتر صحنه‌ای رو دیدم که وحشتناکترین صحنه عمرم بود، چون چنان صورت رونالد رو خورده بودن که استخون جمجمه‌شو قشنگ میتونستی ببینی. دقیقاً نفهمیدن رونالد چرا رو زمین افتاده و چی شده که اینها شروع کردن به خوردنش. بزمجه یک موجود سمیه، اما سمش به انسان اثری نداره. در آزمایش‌ها سکته قلبی و مغزی هم تشخیص ندادن. برای همین مثل راز باقی موند که این چرا افتاده بود پشت در. یکی از خطرناکترین موجوداتی که یک انسان میتونه کنار خودش نگه داره شامپانزه است. ویدیوی کامل شامپانزه در آنتن هست، اما داستان شامپانزه در اینجا اینه که یک شامپانزه معروف 13 ساله به نام تراویس که حتی تو فیلم‌های هالیوودی هم شرکت کرده بود، توی خونه خانم ساندرا هرولد در ایالت کانتیکت زندگی میکرد. ساندرا یک دوست داشت به نام کارلا نش که اون روز بعد از سالها میاد خونه ساندرا که دوستشو ببینه. تراویس میبینه یه غریبه اومده تو خونه و داره با صاحبش حرف میزنه و صاحبش چقدر داره اونو تحویل میگیره. خون حسودیش به جوش میاد، چون تا به حال ندیده بود ساندرا به غیر از این کسی دیگر رو تو خونه تحویل بگیره. برای همین عصبانی میشه و یه دفعه حمله میکنه به کارلا نش. عادت شامپانزه ها هم اینه که چیزهای با ارزش دشمنشون رو نابود میکنن. میبینن دستها و صورت مهمترین جاهاست، برای همین اون جاها رو گاز میگیرن و میکنن. خلاصه صورت کارلا نش رو میکنه، چشما از جا در میاد، بینی کلن جدا میشه، گوشها رو کنده، لب و فکش رو کاملا شکسته و جدا کرده و تازه به دستاش هم حمله کرده، دونه دونه انگشتاش رو کنده. وقتی ساندرا میبینه این داره این کارا رو میکنه متوجه میشه که خودش نمیتونه جلوی اینو بگیره. برای همین زنگ میزنه پلیس و صدای تلفنی که پلیسا ضبط کردن جیغ و داد کارلا نش هم توش هست. خلاصه پلیس زیر 10 دقیقه میرسه خونه و کارلا نش دیگه رفته بوده تو کما. برای همین کلتشون رو در میارن و میزنن تو مغز تراویس. کارلا نش هم فوراً میبرن بیمارستان. اون زنده میمونه، اما چه زنده موندنی. این کارلا نش بعد از حمله است. این کارلا نش بعد از اینکه یه مقدار بهبود پیدا کرده و اینم کارلا نش موقعی که صورت مصنوعی براش ساختن.
بعضی وقتا آدم‌ها حیوانای عجیب غریب میگیرن میبرن تو خونه و فاجعه تر از این اونه که نمیتونن این حیوانات رو نگه دارن، ول میکنن تو طبیعت. حیوانی که اصلا مال اون منطقه نیست و میتونه هزاران مشکل برای محیط زیست درست کنه. لطفاً این کارو نکنید.